طهمورث جان ملقب به دیوبند. واقعا حالم به هم میخوره از این دهن لقیای فردوسی. 30 سال نشستی شعر گفتی، نخود تو دهنت خیس نمیخوره. اسماعیل از تو همون بیت اول طهمورث دیوبند. دیو چه بندی؟ ما اصلا نه ایشونو میشناسیم، نمیدونیم دیوی هست نه فلان. طهمورث دیوبندی. فردوسی به عنوان معمار زبان فارسی شناخته میشه. با سرودن شاهنامه فردوسی یک نقش حیاتی در حفظ، ترویج و غنیسازی زبان فارسی ایفا کرد و به زبان فارسی هویت بخشید. فردوسی رو نه تنها فقط یک شاعر نباید دانست، بلکه پاسدار تمدن و هویت ایرانی باید دونست که با همه مجاهدتی که در سرودن و نوشتن و نسخ شاهنامه داشته، یک انسجام زیبا به نظام معنایی زبان